شبی متعالی با اکارتوله، دیپک چوپرا و ویندایر. خوشحالم که در این لحظه اینجام. اگه کاملا حواستون اینجا نیست، از شما دعوت میکنم که به جای غرق شدن در افکارتون با دقت و توجه وارد لحظه حال بشید. و این کار ساده تغییر مسیر آگاهی است. شاید یکی از شما داره فکر میکنه و میگه چطور وارد لحظه حال بشم؟ من نمیتونم فکر رو از سرم بیرون کنم. ساده ترین روش اینه که فکرتون رو متوجه دریافت‌های حسی کنید و در این لحظه خواهید دید که کمی هوشیارتر میشید و میگید که این آگاهیه که بروز میکنه و درک حسی شما رو از جهت شنیداری و بصری بالا میبره. شما ناگهان نسبت به اطرافتون هوشیار میشید و ذهن شما در یک وضعیت معمولی متوجه چیزی میشه. دوستان، البته مال شما رو نمیگم چون شما همتون کارآموزهای برتری هستید، اما وضعیت معمول دیگران اینه که اونا قلباً اینجا هستن و اونقدر حواسشون اینجاست که نخورن به میز و صندلی ها و همینطور باید حواسشون به اطرافشون باشه. هر چیزی که اطرافشون اتفاق میافته وابسته به محیط خارجیه و مقدار زیادی از توجه و حواسشون مدام جذب فکر کردن در مورد چیزی میشه که بیشترشون اصلا به هم ربطی ندارن. برای طوری وانمود میشه که انگار خیلی مهم هستن. هر فکری این خاصیت گمراه کنندگی رو در خودش داره و مثل آهنربا خاصیت کششی داره و میخواد شما رو به سمت خودش بکشه و اگه شما هر فکری رو دنبال کنید تحت فرمان هر چی که در ذهنتون بروز میکنه هستید. دوستان، شما هم به همون شکل زندگی میکنید. چه زندگی وحشتناکیه، اینطور نیست؟ مدام از این ور به اون ور کشیده میشید و بعد از چند سال میتونید اثراتش رو روی صورتتون ببینید که چقدر چهرهتون غمگینه و دیگه هیچ نوری توی چشماتون نمیدرخشه، چون ذهن تمام آگاهی رو نابود میکنه. این وضعیت وحشتناکیه. انگار سابقه طولانی هم داره و برای هزاران سال وجود داشته. تمام احساس اینه که شما کی هستید و بسیار حیاتیه که بدونید کی هستید و به همین دلیل تیم کوهن در اوکلند میگه خودتو بشناس و یکی از مهمترین مراقبه ها که رامنا ماهاشی و یا دیگر مربیان توصیه میکنن سؤال من کیستمه. بله، من کیستم. پس باید احساس اینکه کی هستید کاملا از افکاری که به ذهنتون خطور میکنن تفکیک و شناخته شده باشه. البته اکثرشونم منفی هستن، چون افکار منفی همیشه اغوا کننده تر از افکار مثبتن. شما میتونید به شخصی که از نظر شما دوست داشتنی نیست فکر کنید، یا اینکه دیروز کار ناخوشایندی کرده، چیزی گفته یا در انجام کاری و گفتن چیزی قصور کرده. باید کاری براتون انجام میداده که نداده. شما میتونید برای یه مدت طولانی بهش فکر کنید، ولی به همون اندازه میتونید به یه غروب زیبا فکر کنید. بسیار خوب. تمام چیزایی که به زندگی نظم میدن، در واقع کمتر درگیر فکر کردن، آوردن لذت و لحظات خوشگذرانی به زندگی شما هستن. لحظه‌ای که در احساس زیبا هستید میگید وای
شاید متوجه نشید که در اون لحظه فضایی در شما گشوده میشه که به چیزی فکر نمی کنید، ولی ناهوشیارم نیستید. در اون لحظه فقط یه احساس هوشیاری لرتنس هست که تقریبا در یک چشم هم زدن اتفاق میفته که اونو در ذهن ساتوری روشنبینی مینامند که به معنای روشنی فکر و آگاهی حقیقیه و لحظه درک و شناخت زیباییه تا بتونید زیبایی رو در همه جا بشناسید. لحظه ای که ذهن متفکر برای چند لحظه تنزل کنه، یه فضای کوچکی گشوده میشه که شما فقط به عنوان یک ناظر نگاه میکنید دوستان. البته شایدم اون موقع متوجه نشید، ولی شما برای چند ثانیه فکر نمی کنید. اگه دارید فکر میکنید پس واقعا نمیبینیدش. دارید فکر میکنید که چه گل قشنگی، ای کاش یکیشو تو باغچم داشتم. شما واقعا نمیبینیدش. برای اینکه واقعا ببینیدش باید یه حضور هوشیار در لحظه وجود داشته باشه، به طوری که فکر کردن تنزل کنه. همینجاست. زیبایی اینطوری خودشو به شما نشون میده و شادی هم به همین شکل بروز میکنه. احساس همدلی با دیگران هم همینطوری به وجود میاد. شما نمیتونید با ذهنی قضاوتگر به همدلی برسید. باید یه فضایی در شما گشوده بشه. اون وقت شما میتونید بدون هیچ گونه تصویرسازی ذهنی به دیگران نگاه کنید و موفق به حس چیزی در اونها بشید که بسیار عمیق‌تر از اون تصور ذهنیه که اونا برای خودشون ساختن. این میتونه حضوری باشه که به واسطه شهود درونی شما درک بشه. پس این بعدیه که در درون شماست و بدون اینکه زندگی شما حقیقتا زنده نیستید، یا همونطور که کنفوسیوس میگه اگه هنوز دلیلی برای وجود اون بعد در شما وجود نداره و هنوز خودشو برای شما آشکار نکرده، بنابراین هنوز یک انسان کامل نیستید. بله، شما هنوز یک انسان کامل نیستید دوستان. درسته شما در راه خودتون قدم برمیدارید و در واقع همه دارن راه خودشونو میرن تا یه انسان کامل بشن، ولی هنوز کاملا به اونجا نرسیدن و بعضی مردم عمیقا در فکرشون محبوس شدن. در حقیقت دارن در جهانی تصوری زندگی میکنن، جهانی که هر کسو که ملاقات میکنن سریعا قضاوتش میکنن. یه گروه از آدما رو انتخاب میکنن و قضاوتشون میکنن. همیشه شکایت میکنن که دیگران ناآگاهند و فاقد صفات انسانی هستند و اینطوری میشه که خشونت به وجود میاد و اونا میمونند و فقدان مطلق همدلی و دیگه نمیدونید که دارید چی کار میکنید. دیگه نمیدونید که دارید با دیگران چی کار میکنید. همه ما از خبرهای اخیر در هفته گذشته مطلعیم. یک آدم چطور میتونه مرتکب چنین اعمال بی‌رحمانه‌ای بشه دوستان؟ اونا با افکار معینی تسخیر شدن. اون افکار بر ذهنشون غالب شدن. اونا فقط اسمشون افکار مذهبیه. اصلا ربطی به اونا ندارن. اینا تفکر مذهبی نیستن. این مذهب حقیقی یا ایدئولوژی نیست، بلکه این عفونتی ویروسیه که حرف دل شما رو نمیزنه. افکار میتونن مثل ویروس ها عمل کنن که اگر احتیاط نکنید انقلابی از افکار کاملا بر تمام ذهن شما تسلط پیدا میکنن و همه چیزو کنترل میکنن. همه چیز درست و حقیقی به نظر میرسه تا عفونت ویروسی بتونه از این شباهت استفاده کنه. اینا روش های افراطی هستن و اشخاص بسیاری هستن که ازش رنج میبرن دوستان. حالا شاید در حد تروریست ها افراطی نباشه، ولی میلیون ها نفر هستن که دارن علائم خفیفتر بیماری هایی مشابه رو در چنین افکاری تجربه میکنن. برای شناختن خودتون که برای اکثر مردم به معنای شناخت با تصاویر معینی در ذهنشونه و اول از همه بعد فیزیکی جسمه. اون چیه که مردم حس شناخت رو ازش میگیرن؟ حسیه که میگه اونا کی هستن؟ معمولا اول شکل ظاهریشونه و بعد دنیای درونی به همراه احساسه که بیشترشون نیروهای پرقدرتی هن که با عدم تفکر ایجاد میشن. بله، ما هممون میدونیم، شما هم در گذشته و قبل از اینکه از لحاظ معنوی بیدار بشید اونو تجربه کردید. دوستان خوب من، بعد وسیعی در درون شما وجود داره.
اجازه بدید اسمشو بذاریم بعد ماورا، کسی که هستید، جایی که شخص یا شخصیتی که معمولاً به واسطه اون شناخته میشید و معمولاً به شما حس خیشتن رو میده و اساساً شامل گفتگوی ذهنی میشه که مدام براتون توضیح میده که شما کی هستید و با حرفای دیگران شروع میشه. شاید شروع اون با چیزی باشه که مادر شما درباره شما گفته، پدر و مادرتون و اطرافیانتون و فرهنگتون که میگن شما کی هستید و تمام این افکار توسط ذهن شما جذب میشن و تبدیل میشن به داستان زندگی شما و بنیانی برای حس هویت شما. شما با این روش حس خیشتن خودتون رو ازش میگیرید. این یک تصور ذهنیه و افکار ذهنیتی از حس خیشتن رو میسازن، بعد تلاش میکنن که با افزودن مفاهیم بیشتری به ذهن احساس بهتری داشته باشن و این موارد میتونن شامل دارایی ها باشن. شاید اگه داراییم بیشتر بشه بتونم احساس بهتری نسبت به خودم داشته باشم. شاید با یافتن آدم خوبی که قصد داره منو خوشحال کنه زندگیم خوشایندتر بشه، ولی تمام اینها فقط مفاهیم ذهنی هستن. وقتی ماشین یا خونه بزرگ باشن، در این صورت در ذهن شما به صورت یک مفهوم ترجمه میشن و تبدیل میشه به بخشی از حس من که شما با اون شناخته میشید، ولی همیشه سخت و کافی هم نیستن و شما رو برای مدت طولانی راضی نمی کنن دوستان و انگار همیشه همه چیز خراب میشه، همه چیز از بین میره. بله، اون چیزی که در ذهنتون بود از بین میره. بودا اذعان کرد هر جا که میرید و هر کاری که انجام میدید میتونید دو کارو پیدا کنید که ترجمه مرسومش رنج کشیدنه. میتونه بدبختی و ناراحتی و نارضایتی هم ترجمه بشه. اگه ندونید که کی هستید و تلاش کنید ذهن رو ارتقا بدید که اون حس خیشتن بسازه، شما در اون مرحله نمیتونید برای یک مدت طولانی راضی و خوشحال باشید. بعدی که شاید بگه شما فقط میتونید نیمی از خودتون رو بشناسید. نیمه ای که میگه شما در مرتبه فرم کی هستید که شامل فرم جسمی و روانی شماست و اکثر مردم زندگیشون رو اینطوری میگذرونن بدون اینکه بدونن چه چیزهایی رو دارن از دست میدن. البته اندیشه افراد معنوی بر اینه که مواردی وجود داره که در چنین حالتی آگاهی حقیقی و روشنگری نیز به دست میاد. بسیاری از بودایی ها معتقدن که قطعاً حلول در جسم زیادی مورد نیازه تا نهایتاً به اونجا برسیم. برخی از ایده های ذهنی وجود داره که ما میخوایم به اون برسیم، البته بدون اینکه درک کنیم که میتونیم اسمشو بعد معنوی یا بعد اسیری و برتر و یا اینکه اسمشو هویت واقعی شما بذاریم و اون ایده تقریبا همیشه هست، در همین لحظه حال هم وجود داره و اینکه چرا بعضی آدم ها نمیشناسنش. به این دلیله که اونا مدام اونو کاملا نادیده میگیرن، چون جریان افکار به علاوه احساساتی که به همراهشه و خاصیت اغوا کنندگی زیادی داره که شما رو هیپنوتیزم میکنه تا تشخیص شما دائما با فرم هایی که بروز میکنن باشه. هر فکری یه فرم داره و احساسی درونه، صورت عینی نداره، ولی دارای شکلی از انرژیه. هر فرم فکری شکلی از انرژیه که شما قادر به دیدنش نیستید، ولی میتونید احساسش کنید و به طرق مختلف بر جسم شما تأثیر میذاره. بنابراین چنین مقوله هایی پیوسته توجه شما را جلب می کنند و چیزهای بسیار حیاتی تر رو نادیده می گیرید. چیزی بسیار عمیق تر که حتی به فکرتونم نمیرسه. در اونجا هیچ فکری وجود نداره، هیچ مفهومی نیست. پس چیزی که نادیدش می گیریم حضور فاقد فرم که خود آگاهیه و همیشه اونجاست.
اگه برای 3 ثانیه فکرتون رو متوقف کنید، اینجاست. کجا؟ بله، کجا؟ چون اگه دنبالش بگردید و بگید اینهاش اینجاست، هرگز پیداش نمی کنید. ازتون فرار میکنه، دور میشه. اگه دارید دنبال آگاهی حقیقی میگردید، همین که روش اسم بذارید و بگید اینهاش اینجاست و مال منه، دیگه هرگز پیداش نمی کنید، چون نمیتونید بگیریدش. الان میدونید که موضوع چیه، میدونید که میتونید حس کنید که جدا از تمام افکاری که الان در سرتون جریان داره، امیدوارم که زیاد نباشه یا شاید هم اصلا نباشه، بعد فاقد فرم و حضورم در شما وجود داره. برای اینکه شما رو به اون فضا ببرم، یک سوال ازتون میپرسم. اگه شما همین الان خود واقعیتون باشید، چه احساسی دارید؟ منظورم از خود شما سابقه شخصیتون نیست و مجبور نیستید که اونو برای این تمرین به خاطر بیارید. اون چیزی عمیق‌تره که هیچ وقت شما رو ترک نکرده و همیشه اونجا بوده و خواهد بود. آیا میتونید حضور و بودنتون رو که اصلا هیچ کاری به سابقه شخصیتون نداره رو حس کنید؟ حقیقتا روشنایی حضور وجود داره دوستان من و مراقبه قراره که شما رو به اونجا برسونه. شما میتونید در هر لحظه از اون آگاه باشید. چطور؟ نه با تبدیل اون به صورت شی یا مفعول توجهتون. این اصلا کاربردی نداره، چون وقتی دارید اون آگاهی و هوشیاری که ماهیت کسی است که هستید و جستجو میکنید، خب من دارم دنبال یک تجربه بزرگ میگردم. بله، من دارم دنبال یک تجربه بزرگ میگردم. اون همون هوشیاریه که در پس نگاه کردنه. بله، خودشه. اگه در جستجوی خود واقعیتون و روشن بینی در آینده هستید، متاسفانه بعضی مواقع شما آگاهی که تبدیل به بینش میشه رو از دست میدید. اگه بتونید اون آگاهی رو در همون مرحله اول، جایی که تقریبا هنوز آگاهی محض هست، به آرامی درک کنید، میشه گفت تقریبا خودشه. اگه بتونید خودتون رو به عنوان آگاهی و حضور بشناسید، میتونید ابعاد پنهان زندگی یا بعد اصیلی رو درک کنید دوستان من، که من معمولاً اونو نیمه دیگر مینامم. بله، اسمشو گذاشتم نیمه دیگر. این فقط در حرف زدنه و شما نمیتونید زندگی رو 2 قسمت کنید. نه، نمیتونید. این فقط به طور موقت به ما کمک میکنه که بهش دست پیدا کنیم. برای لحظه ای تصور کنید که زندگیتون شامل فرم زندگی، فرم فیزیکی و فرم منطقی در حضور درونتون باشه. من میتونم برای مقایسه از مثال همین اتاق استفاده کنم که مشابه اونه. اگه میخواید بررسی کنید که ماهیت اتاق در اینجا چیه و شروع کنید به نگاه کردن به افرادی که اینجا هستند، از منظر مقایسه افراد اینجا حکم افکار درون ذهن رو دارن. بعد به مبلمان و دیوارها و سقف نگاه کنید. من فقط دارم تلاش میکنم که به ماهیت این اتاق برسم و بعد از اون میتونید با میکروسکوپ آنالیزش کنید. شاید زیر موک‌ها پنهان شده، شاید هم از یک تلسکوپ استفاده کنید، شاید یه چیزی روی اون دیوار باشه و شما چیزی رو از دست میدید که در کل این اتاق پخش شده و اون فضای این اتاقه. پس اگه میتونستید به فضای این اتاق توجه کنید، میتونستید به ماهیتش برسید. اتاق بدون فضا هیچه و حتی نمیتونه وجود داشته باشه و با استفاده از این مقایسه میگیم که وسعتی درون شما وجود داره که دائما از دست میره، چون شما در سرتون بسیار به مبلمان علاقه‌مندید و بیشتر مردم تا حدی سرشونو پر کردن از مبلمان که حتی نمیتونن تکون بکنن.
این ور یک فکر، اون ور یک فکر دیگه. وجود نداشتن فضا به دلیل فقدان وسعت در زندگیه. خوشی حقیقی، عشق، احساسیت که از طریق ارتباط حقیقی با جهان به وجود میاد و غیر این دیگه بروز نمیکنه. همه اینها میتونن از بخش کوچکی از فضای بیکران درونتون نمایان بشن. انسان معمولا میتونه با 3 ثانیه تماشای یک سگ وارد وسعت و بیکرانگی بشه. به همین دلیل من این کتاب که راجع به سگ‌ها و گربه ها هست و دارم. شما یک سگ رو میبینید و توی چشماش نگاه میکنید و نوازشش میکنید. احساس خوبی داره. اکثر مردم سگا رو دوست دارن. من که خیلی بهشون علاقه دارم، به غیر از اونهایی که دوست ندارن. به نظر میرسه که بیشتر آدما سگا رو دوست دارن و به سمتشون کشیده میشن، چون برای چند لحظه شما رو از ذهنتون رها میکنه. چون میدونید که سگ شما رو قضاوت نمیکنه، فقط نگاهتون میکنه و دم تکون میده و میتونه برای چند ثانیه شما رو از فکر کردن رها کنه. به خاطر همینه که وقتی به یک سگ نگاه میکنید احساس بسیار خوبی دارید. سگ دوست داشتنی و برای لحظه یه ارتباطی بین شما برقرار میشه. ولی این مسئله درباره آدم ها خیلی سخت تره. باور کنید خیلی سخت تره. چون زمانی که کسی رو ملاقات میکنید شما قضاوتی رو در ذهنتون دارید که میتونید حسش کنید، به استثنای آدم هایی که دیگه تحت تسلط تفکرشون نیستن و قادرن شما رو در گستردگی حضور ملاقات کنن. وقتی که نگاهتون میکنن متوجه میشید که قضاوتتون نمیکنن. این بدین معنا نیست که آدم هایی که شما رو قضاوت نمیکنن به درجه آگاهی سگ عقب رفتن. نه، سگ به نوعی در حالت ارتباط داشتن با هستی است، چون سگ هنوز با تفکر اقوا نشده. ولی در مورد ما اینطور نیست. ما نمیتونیم به عقب برگردیم و فقط باید به جلو بریم و باید به بالاتر از تفکر حرکت کنیم، نه به پایین تر از تفکر. در اینجا نمایان شدن حضور جهش تکاملی است و بشر در حال حاضر در آغاز ورود به این تغییر تکاملیه. در جای انسان به وضعیت جدید تکامل میرسه که در حال تغییر کامل تفکر درونی و فعال فراتر از اون میره. البته هنوز کاملا ترک نشده، ولی فراتر میره تا جایی که شما دیگه ماهیتی بر پایه تفکر نیستید و در واقع ماهیتی بر پایه حضور هستید. شما دیگه مغلوب افکار نمیشید دوستان. بعد میشه به شیوهی قدرتمند و سازنده از تفکر استفاده کرد. اگه از ذهنتون مثبت استفاده کنید میتونه ابزار فوق‌العاده‌ای باشه و ابزار معجزه آسایی رو خلق کنه و فقط وقتی دیوانه میشه که بر شما مسلط بشه و دیگه هیچ فضای آگاهی وجود نداره. پس اگر در شما حس شناختی از حضور وجود داره و بیشتر و بیشتر با فضاهای خالی از فکر احساس راحتی میکنید، میتونید از ساختمانی به ساختمان دیگه و از ساختمانی به ماشینتون برید. و بودن در این حالت آگاهی بسیار زیباست و میتونید زیبایی رو همه جا ببینید. دیگه نیازی به برچسب زدن چیزی ندارید. وسواس برچسب زدن متعلق به ذهن و ایگوست که دیگه فعال نیست و زحمت زیادی از دوشتون برداشته میشه. نیازی نیست که همه چیزو قضاوت کنید، چون دانش عمیق‌تری اونجا هست که ذهنی نیست. یک تمرین معنوی ساده اینه که تمرین کنید که هر آنچه رو که میبینید و قضاوت نکنید و بهش برچسب نزنید و این تمرین رو میتونید در هر جایی که هستید انجام بدید. من همیشه پیشنهاد میکنم که این تمرین رو وقتی در جایی منتظر چیزی هستید انجام بدید، چون شگفت زده میشید از اینکه چقدر وقت و منتظر چیزی بودید. انتظار پشت چراغ قرمز، انتظار باجه بازرسی فرودگاه، انتظار. بیشتر مردم همه زندگیشونو در انتظارن، چون شروع نکردن به زندگی و وقتی که به 70 سالگی میرسن میگن همش همین بود، من هنوز منتظرم، هنوز زندگی رو شروع نکردم. افتضاح دوستان. بله، واقعا افتضاحه. پس به جای انتظار از این فرصت استفاده کنید و حالت آگاهی رو به درونتون دعوت کنید.
و در اون لحظه میگید چرا دیگه هیچ مشکلی در انتظار وجود نداره؟ چون قبلا همیشه در جایی میستید یا میشینید و یا دراز میکشید شکایت میکردید. آیا این مهمه که کجا میستید؟ میشینید و یا دراز میکشید؟ ولی ذهن شما میگه من نباید پشت باجه بازرسی منتظر بمونم. چرا این آدم اینقدر بیکفایته؟ چرا داره حرف میزنه؟ نباید حرف بزنه، نباید موقع کار این کارو بکنه. شما اینو درون خودتون کشف میکنید و ناگهان میگید که من میخوام چیز متفاوتی رو انتخاب کنم. کشف ذهن شما کشف اینه که ذهن شما چطور عمل میکنه دوستان. بله، تکرار میکنم، کشف ذهن شما کشف اینه که ذهن شما چطور عمل میکنه و این گامی است به جلو در جهت تکامل. میکروفون دچار مشکل میشه. کردم صدامو قطع کردن. البته تا 1 دقیقه دیگه این کارو میکنم. این نشانه است که آگاهی در شما بروز میکنه و شما از عملکرد ذهنتون مطلع خواهید شد و این مسئله بزرگیه. بنابراین شما میتونید به جای شکایت از زمانی رو که در انتظار میگذرونید ازش بهره ببرید و حضور باشید و حضور و هوشیاریتون رو حس کنید. شما اون لحظه یک استاد معنوی میشید، چون تمام چیزی که یک فرد معمولی رو که هنوز بیدار و هوشیار نشده رو از استاد معنوی متمایز میکنه اینه که استاد معنوی میتونه همیشه در حالت حضور باشه که کاملا در تطابق با لحظه حاله، بدون اینکه از چیزی شکایت کنه. به همین دلیله که استاد ذهن میگه همینه که هست، از چی دارید شکایت میکنید؟ و به همین دلیله که استاد ذهنی بود که هیچ وقت به هیچ سوالی پاسخ نمیداد و وقتی دیگران راجع به معنای ذهن ازش سوال میپرسیدن تنها کاری که میکرد این بود که انگشتشو میآورد بالا و نگاهتون میکرد به این شکل. میشه لطفاً معنای ذهن رو برام توضیح بدید؟ شنیدید چی گفتم؟ سوال منو شنیدید؟ بله دوستان، استاد ذهن به همین سادگی حضور هوشیار و آگاهی رو آموزش میده. این ذهنه و ذهن چیزی غیر از این نیست. مردم میرن سالهایی رو در معابد ذهن میگذرونن و هنوز معنیشو نمیفهمن، چون اونا پیش خودشون فکر میکنن که من باید چیزی رو بفهمم. کتاب یک دوره معجزه میگه فهم شما هیچ کمک بزرگی به درک حقیقت نمیکنه. بله. حالا معجزه جایی است که شما از نیاز به فهمیدن خودتون دست میکشید. بعد صدای ذهن میگه زندگی من، چطور زندگیمو بشناسم؟ زندگی شما دیگه چیه؟ زندگی یه ساخته ذهنی است که شما تلاش میکنید از این ساخته ذهنی بسیار پیچیده سر در بیارید و اسمشو گذاشتید زندگی. صدای ذهن شما میگه من باید ازش سر در بیارم. دارم کجا میرم؟ دارم چی کار میکنم؟ چرا از نیاز به فهمیدن دست بر نمیداریم تا فقط حضور رو دعوت کنیم؟ بعد برای چند لحظه از دیدگاهی اینطور به نظر میرسه که انگار شما دیگه هیچ کاری رو انجام نمیدید. نه تنها به صورت ذهنی بلکه به طور ارادی. بعد وارد حالت بی‌ذهنی میشید و میفهمید که از حالت بی‌ذهنی آگاهی عمیق‌تر و احساس ارتباط عمیق‌تری با زندگی و رضایت عمیق‌تری از ارتباط با انسان‌های دیگه و فرم‌های زندگی بروز میکنه. این همون بیداری و تغییر مسیر آگاهی است. و حالا من این جایگاه رو به دیپک چوپرا میدم دوستان. متشکرم. خیلی ممنون. متشکرم. اینجا میکروفون رو به تو میدم دیپک. بفرمایید. متشکرم. بسیار خوب. درست همین لحظه که شما دارید آماده میشید به من گوش بدید
توجه خودتون رو معطوف خیشتن خیش کنید که داره گوش میده و همونطور که دارید به من نگاه میکنید توجهتون رو معطوف اون کنید که داره نگاه میکنه. اون خود واقعی شماست، خودی که همیشه وجود داشته، کسی که وقتی یک نوزاد بودید در جسم و ذهن وجود داشته، کسی که در نوجوانی هم در جسم و ذهن شما بوده، مثل همین حالا که هست. اگر بدون اینکه کسی براتون تفسیر کنه باهاش بمونید، پی میبرید که این وجودی است نامحدود که در زمان متولد شده. زمان حرکت افکاره. زمان حرکت افکاری است که فاعل و مفعول تفکیک شده رو خلق میکنه. من دیپک، اون اکارت، همه شما. این یک تفکره، این حرکت افکاره که ناظر در میان نظارت محدود زمانه. صدای منو دارید؟ صدا میاد؟ همونطور که اکارت گفت، شما میتونید تمام عمر کتاب مقدس، انجیل، تورات بخونید و همه زندگیتون رو به انجام تمرین‌های مختلف بگذرونید. این کار زمان میبره، مثل زمانی که برای رسیدن میوه و افتادن اون نیازه، و این افتادن میتونه یک رویداد همزمان باشه. قضیه شما هم همینطور بود. تعالی یعنی رفتن به ورای فاعل و مفعول و تفکیک شده که مصنوعی و غیر واقعیه، مثل طبیعت که در قالب روندی واحد نیست. پس جدا کردن فاعل و مفعول یک جدایی مصنوعیه و مسبب تک تک مشکلاتی است که ما میشناسیم. من کمی جلوتر میام به سنتی به نام ویدانتا که کارت هم وقتی از رامانا ماهارشی میگفت بهش اشاره کرد. بله دوستان، بودا چند سال بعد اومد و به زبان خودش اصلاحاتی رو در آموزه های وینداتا انجام داد که 5 کلیشه در وینداتا وجود داره. کلیشه به زبان سانسکریت به معنای علت رنج کشیدنه. این 5 کلیشه عبارتند از: اول، عدم آگاهی از خود. دوم، اعتیاد و میلی شدید به پایداری و همیشگی بودن در دنیایی که ذاتاً ناپایداره. سوم، ترس از ناپایدارهاست دوستانم. چهارم، شناخت به واسطه هویت شخصی شما، نه خود واقعی شما، و یا به گفته اکارت توله به واسطه برچسب‌ها یا تعاریف و ارزیابی‌ها، قضاوت‌ها، عقیده‌ها، مفاهیمی برگرفته از والدین، خواهر و برادر، فرهنگ، تاریخ، شرایط اقتصادی. تمام این موارد جمع میشن و شما با اینها شناخته میشید و تبدیل میشه به تصویر خود شخصی و ذهنی شرطی به وجود میاد. پس این شد کلیشه 4. و کلیشه 5:
ترس از مرگ که مجهول و ناشناخته ترین چیزی است که بعضی از مذاهب بر پایه آن گذاشته شده و مؤسساتی با مواضع از این مذاهب از ترس از مرگ برای جمع کردن سرمایه استفاده می کنند. به نوعی ترس از مرگ سرمنشأ ترس هاست. حالا ترس از مرگ چیست؟ همونطور که گفتم، ترس از مجهول ترسی است که برای مثال من دارم سعی میکنم چیزی رو اینجا نگه دارم که یک لحظه بعد میره اونجا، چون ما در دنیای حقیقی اشیاء واقعی نداریم و اشیاء وجود حقیقی ندارند. این فقط یک مفهوم ذهنیه، فقط یک فراینده، فقط فراینده دوستان من. میشه ساده تر بگیم که هیچ اسمی وجود نداره و فقط افعال وجود دارند. جهان یک فعله، یک انرژی است و از آنجایی که انرژی هرگز متوقف نمیشه، وقتی به من یا به خودتون و جسمتون یا ذهنتون نگاه میکنید دائما در حال تغییره. از نظر علمی جسمی که در حال حاضر دارید با جسمی که مدتی قبل وارد اینجا شده تفاوت داره، چون شما نفس میکشید، فکر میکنید، از دنیای اطرافتون اطلاعات دریافت میکنید، شما روابطی دارید، میخورید، دفع میکنید. تمام این فرایندها گویای تغییرات پی در پی و بی‌ثباتی بدن شماست. همونطور که گفتم، جسمی که با اون وارد اینجا شدید جسمی نیست که شما در حال حاضر دارید. در واقع کمتر از 1 سال تک تک سلول های جسم شما بازسازی و جایگزین میشه. دیگه بدنتون شبیه بدنی نیست که در زمان نوزادی و یا نوجوانی داشتید. پس اگر بخواهید کمی به بدنتون فکر کنید، به این مشکل برمیخورید که آیا دارید راجع به کدومش صحبت میکنید. اگه میخواید راجع به ذهنتون فکر کنید، بازم مشکلی هست، چون ذهنم دائما در حال تغییره. اینجاست که ما کاملا با اندیشه که اشیا وجود دارند سردرگم میشیم و گول میخوریم. در واقع اشیا وجود ندارند، فقط دگرگونی ها وجود دارند. اسما، قرارداد، زبان هستند و حقیقی نیستند. این عرف زبان است و هیچ اسمی وجود نداره. حتی این میکروفون هم یک اسم نیست. عمر مفیدش بیشتر از جسم و ذهنه، ولی هیچ اسمی نداره. بنابراین تمام رنج ها نشأت گرفته از اسمها و چیزایی هست که وجود ندارند. حالا با مرور 5 کلیشه بودا، عدم آگاهی از خود، تلاش میکنیم این بی‌ثباتی را به ثبات برسونیم. ولی چه چیزی قراره ثابت بشه؟ با هراس از بی‌ثباتی، به جای اینکه خود شما را بشناسن، شما بر اساس اندیشه‌هایی چون ترس از مرگ شناخته میشید. آموزه‌های فوق‌العاده ویدانتا میگن که هر 5 عوامل رنج عامل اول رو شامل میشن و این همون عدم آگاهی از خود و سردرگم کردن خودتون با توهمات تلقین شده اجتماعی که در حقیقت وجود ندارند و بنابراین کلید من کیستمه. ماهاراشی 20 سالو در سکوت سپری کرد و اگر کسی ازش سوال میکرد، فارغ از این که سوال چی بود و چه کسی داشت میپرسید، معمولا میگفت چه کسی داره سوال رو میپرسه، ولی واقعا اون کسی که داره سوال رو میپرسه کیه؟ وقتی که میگید من کیستم، چه کسی داره میپرسه من کیستم؟ اگه کمی در اون تعمق کنید، به جایی میرسید که اکارت داشت راجع بهش صحبت میکرد که کسی که داره سوال میکنه وجودی اسیری است که نه فاعل تجربه است و
نه مفعول تجربه است. دوستان عزیز من، ما مرتباً میگیم که من ناظر هستم، ولی این صحیح نیست. در واقع دوستان من، باید بگم که ناظر و نظارت شونده همزمان و با هم در تفکر بروز میکنند. شمای واقعی نه ناظر و نه نظارت شونده، ولی در هر دوی اونا ناظر فاعل و نظارت شونده مفعوله. همزمان اتفاق میفته. همزمان بالا میرن و پایین میان و آروم میشن و همواره در هر لحظه این کارو میکنن و این بی ثباتیه و این تغییری است که دائما داره فاعل و مفعول خلق میکنه، ولی وجود حقیقی نه فاعل و نه مفعول، بلکه جایی است که فاعل و مفعول مانند موجهای دریا بلند میشن و پایین میان. موج قبل از اینکه بلند بشه آبه، وقتی که میاد پایین هم آبه و ذات آب بودنشو از دست نمیده و این وجود و هستی است. شما وجودی هستید که افکار در اون برمیخیزند و فروکش میکنند. بله دوستان، مطلب در عین پیچیدگی کاملا ساده است و قابل درکه. بنابراین اون فکر میتونه ویژگی‌های زیادی داشته باشه و این ویژگی‌های فکر به ادبیات آگاهی برمیگرده که با عنوان کوالیا، خاصیت، بهش اشاره میشه. همه شنیدن که من علاقه خاصی به کوانتوم دارم. کوانتا که به معنای کمیت، مقدار، فیزیک کوانتوم مطالعه مقدار واحد جرم در انرژی است. انرژی کوچکترین واحد تقسیم ناپذیر اطلاعاته، اما کوانتا یا کوانتوم ها واحدهای اندازه‌گیریه و از طرف دیگه کوالیا یا خاصیت و واحدهای فکر و در واقع تمام خاصیت‌های آگاهی است و معمولاً 4 مورد از اونا در هر زمان و هر تجربه که دارید وجود داره. شما در جایی یک احساس و یا تصویری رو تجربه می‌کنید که این احساس از قلبتونه. دوستان من، سیگا یکی از بهترین دوستام در دانشگاه UCLA از مخفف SIFT استفاده میکنه و میگه تمام تجارب یک احساس، تصویر و یا فکر هستند. دوستان من، و تمام تجارب ادراکی، تمام تجارب شناختی و یا هر تجربه‌ای در واقع فقط آگاهی و مشتقاتشه. در همین لحظه من دارم شما رو در قالب تصویر و احساسی در جسم و آگاهی خودم تجربه می کنم و این قالب ها جسم خودم رو هم به همین صورت تجربه می کنند و شما رو هم مثل همین تجربه می کنند. احساسات، تصاویر و افکار وقوع آگاهی در آگاهی شماست. اگر من این جسم و مال من و بدن شما رو متفاوت از مال خودم بدونم، چیزی رو که دارم از شما و یا از بدن خودم تجربه می کنم، فقط احساسات، عواطف، تصاویر و افکار هستند. تمام این جهان هم چیزی غیر از اون نیست. ولی آگاهی خودش به عنوان فاعل و مفعول تجربه میکنه و فاعل و مفعول هر دو جریان حرکت آگاهی در آگاهی هستند. در گفته های ریشی بزرگ اینطور اومده که من در دنیا نیستم و دنیا هم من نیست. من در جسم نیستم و جسمم من نیست. من در ذهن نیستم و ذهن من نیست.
در باگاواد گیتا جایی که لرد کریشنا فرایند ظهور دوباره خود را برای آرجونا این چنین بیان میکنه: سر در گریبان خود فرو میبرم و دوباره و دوباره خلق میشوم. این مکانیکیه که توسط اون تجربه جسم، ذهنمون و دنیا رو خلق میکنیم. دوستان عزیزم، اگه ما اینو کاملا درک کنیم و برسیم به صحبت اکارت که گفت این حضور رو نمیتوان با جستجو کردن اون پیدا کرد، چون اون کسی است که داره نگاه میکنه. شما نمیتونید آگاهی رو با جستجوی اون پیدا بکنید، چون آگاهی کسیه که داره نگاه میکنه و میگرده. در رشته من اشخاص هم از رشته بیولوژی عصب شناسی، جمجمه شناسی هستند و امروز اشتیاق بسیاری به آگاهی به عنوان یک پدیده مغزی وجود داره، چون وقتی فکر میکنیم آگاهی یک شیء ادراکیه با این دید بهش توجه میکنیم، ولی وقتی که راجع به مغز فکر میکنیم تجربه مغز در کدوم بخش آگاهیه؟ وقتی که آگاهی و شیء ادراکی تلقی میکنید، مغزم در آگاهیه. آگاهی بر مغز تقدم داره و حتی تجارب ذهنی مغزم خاصیت آگاهی است، خاصیت آگاهی در آگاهی. برمیگردیم به صحبت‌های اکارت. علیرغم تمام مطالعات علوم عصب شناسی که انجام میشه، هنوز چیزهای زیادی رو باید پیدا کنیم و این بسیار استنباطی است، ولی هرگز نمیتونیم آگاهی رو با نگاه کردن به مغز یا علوم عصب شناسی درک کنیم. چرا؟ چون فقط آگاهی قادر به شناختن آگاهی است. فقط آگاهی قادر به فهم آگاهی است. فقط آگاهی قادر به تجربه آگاهی است. هر علم عصب شناسی که آگاهی رو تایید میکنه استنباطیه و درک مستقیم نیست. حضور این لحظه است که درک مستقیمه. در آغاز صحبتم گفتم وقتی دارید به من گوش میکنید توجهتون فقط به سمت من باشه و وقتی که دارید به من نگاه میکنید توجهتون رو معطوف فضای بین من و خودتون کنید. حضور همیشه در اونجاست و این تحت شعاع موضوعیه که اکارت راجع به مبلمان گفت. مولانا شعری بسیار زیبا داره که میگه من در میان ازدحام این افکار کیستم؟ بودن در مرکز این شلوغی قرار داره. بدیهیه که ما در ازدحام به جای اینکه حضور در پیرامون ازدحام رو تشخیص بدیم، ما خودمونو مبلی در وسط ازدحام میشناسیم. در نتیجه گفتگوی درونی تولید میشه. همون صداهای درونه که اکارت بهش گفت خودگویی. و این هرگز متوقف نمیشه چون ما تحت تأثیر خاصیت چنین آگاهی قرار گرفتیم که همیشه از بیرون نگاه میکنه و نهایتاً اونو تحقق شادی مینامیم. کار خوب و مناسب بگیریم شاد میشیم. به آدم مناسب برسیم شاد میشیم. در لاتاری پول برنده بشیم شاد میشیم. سلامت باشیم شاد میشیم. ولی بدونید که همونطور که اکارت گفت همه اینا فقط فکر هستن. فقط فکری که اگه من این کار رو بکنم، قبل از اینکه این فکر از ذهنتون بلند بشه شما شادید، ولی بعد از اینکه فکر میاد پایین این دقیقاً همون جاییست که شما شروع کردید. قبل از اینکه افکار شما به وجود بیان شما در آرامش بودید. بعد از اینکه فکر بلند شد تا نتیجه اون فکر رو محقق کنه که ما بهش میگیم آرزو، و در پایان شما دوباره برمیگردید به همون جایی که شروع کرده بودید. درست مثل زمانی که
موجی در اقیانوس بلند میشه و دوباره پایین میاد و دوباره به اقیانوس برمیگرده. پس این امر رو بدیهی میکنه که شادی واقعی در نقطه شروع و در عین حال در نقطه پایانه. شاعر تی اس الیوت میگه ما نباید از طریق اکتشافات مشاهده کنیم، چون در انتهای جستجومون به جایی میرسیم که از اونجا شروع کردیم و اون مکان رو برای اولین بار میشناسیم. اکارت گفت به جای جستجو فقط برگردید دنبال جایی که شروع کردید. سفری بدون مسافت. وقتی که تشخیص دادید که این سفری بدون مسافته، خاصیت آگاهی شما تبدیل میشه به حضور. این خیلی جالبه. شما به دفعات شاهد این تغییر هستید. شما میتونید اینو بشنوید و برید بیرون و حواستون پرت بشه. بعد یه جایی چیزی اتفاق میفته و میفهمید که نیازی نیست که حواستون پرت بشه و میتونید وجودی بی انتها در قلب فعالیت‌های محدود باشید. شما میتونید کانونی باشید که تمام دنیا ازش بلند میشه و فرو میشینه، چون این جهان چیزی نیست غیر از احساسات، عواطف، تصاویر و افکار در درون آگاهیه. این ماهاواکی بسیار مهمیه. ماهاواکی واژه‌ای به زبان سانسکریت به معنای فکر بزرگ. لازم به ذکره که من هنوز ایده‌ایه که باید تجربهش کنیم. آهام براماسی که به سانسکریت میشه آهام، یعنی من هستم، و براماسی یعنی جهان. این تنها هویتیه که داریم. ما تمام دنیا هستیم. تمام دنیا. فضا و اتفاقات مستمر زمان حال و استمرار فضا و در واقع اتفاق در بی‌ثباتی هاست. دوستای من، شاید باورش نکنید ولی کاملا واقعیت داره. حالا برمیگردیم به کلیشه پنجم، ترس از مرگ. مردم میپرسن پس از مرگ کجا میریم؟ اجازه بدید یه سوال از شما بپرسم. امروز برای نهار چی خوردید؟ چی خوردید؟ سالاد؟ کجا نهار خوردید؟ خب، پس در حالی که از شما میپرسم به خاطر میارید و میتونید اونو به صورت احساسات، عواطف، تصاویر و افکار تجربه کنید. درسته؟ قبل از اینکه ازتون سوال بپرسم، اون تجربه کجا بود؟ میدونید دانشمندان عصبشناس سنتی میگفتند اون در ذهنم بود. من احترام زیادی قائلم برای همکارم لوری ترنسی، رئیس بیمارستان عمومی اعصاب شناسی و ژنتیک ماساچوست. یه بار بهش گفتم لوری، دفعه بعد که داری میری به جمع 150 نفر از بهترین دانشمندان، ازشون بپرس حافظه در کدوم سطح سلولی ذخیره شده. چه حدسی میزنید؟ حتی یک نفر از اونا هم نتونستن جواب بدن. وقتی من اون سوالو ازتون پرسیدم قبل از اینکه بگید سالاد، یاد اون در یه جایی از مغز مونده بوده که نمیتونیم در مغز پیداش کنیم. آیا اون خونه‌ایو که در دوران نوجوانیتون در اون زندگی میکردین و یادتون میاد؟ الان میتونید تصورش کنید؟ چیزی که دارید میبینید تجربه احساسات، عواطف، تصاویر و افکاره، چون تمام اینا با اون خاطرات مرتبطن. فکر میکنید اگه من وارد مغز شما بشم میتونم تصویر خونه شما رو ببینم؟ یا شبکه‌های عصبی سالادو تو مغزتون ببینم؟ پس وقتی ازتون سوال کردم اتفاقی که افتاد این بود که احساسات، عواطف، تصاویر و افکار از آگاهی شما بلند شدن و دوباره در آگاهی فرو نشستن و اون آگاهی اسیریه و
در ظرف زمان نمی گنجه. بنابراین بعد از مرگ کجا میریم؟ همونجا که قبل از اینکه من ازتون سوال کنم سالات اونجا بود؟ بسیار خوب. ما هیچ کجا نمیریم. بله، چون همیشه همونجا هستیم. در حقیقت هر فکری از اونجا میاد، هر خاطره‌ای از اونجا میاد، هر تمایلی از اونجا میاد، هر تخیلی از اونجا میاد، هر الهام درونی، خلاقیت، انتخاب از اونجا نشأت میگیره و شما باید اونجا باشید تا خود برتری یافتتون یا اسیری رو بازیابی کنید و فراگذر و برتر بودن در فضای زمان اتفاق نمیفته، ولی همین که شما صورت واقعی به اون بدید، فضای کوچیکی چون زمان به وجود میاد. خیلی خوب. وقتی که رامانا ماهاراشی در حال مرگ بود، مردم بهش گفتن دلمون برات تنگ میشه. اون گفت مگه من دارم کجا میرم؟ اون چه که ما دنیای فیزیکی مینامیم خاصیت آگاهی درون آگاهی دنیاست و اون چه که دنیای ذهنی و روانی خاصیت آگاهی درون آگاهی است. اون چرا که جهان مینامیم خاصیت آگاهی درون آگاهی است و اگه فقط بتونید خودتون رو در این فضای کوچکی که گشوده میشه مهار کنید که اکارت هم بهش اشاره کرد، این بلیت آزادی شماست. چرا؟ چون این آگاهی برتر شماست که هرگز نمیمیره. لورد کریشنا در باگاواد گیتا میگه آب نمیتونه خیسش کنه، باد نمیتونه خرابش کنه، سلاح نمیتونه خوردش کنه و آتیش نمیتونه بسوزوندش. اون ابدی و فناناپذیر و زاده نشده است، چون در ظرف زمان نیست. نمیمیره چون مرگ در فضای زمان اتفاق میفته و رویداد فضای زمان بخشی از بی‌ثباتی جهانه و من فکر میکنم این همه اون چیزیه که میخوام بگم. خیلی خوب. فقط یه دقیقه اجازه بدید. ما به این دلیل این مراقبه ها رو انجام میدیم چون بعضی از شما اصلا ننشسته و بعضی ها هم برای مدت طولانی ساکت بودن و تقریبا حضور براشون غیر ممکنه. مراقبه میتونه شما رو به اون فضا ببره. من خودم مراقبه رو در تنهایی و سکوت انجام میدم. در حدود 2 سال قبل فرصتی پیدا کردم که به صومعه‌ای در تایلند برم. در اونجا روال کار بسیار جالبی رو داشتیم. به این صورت که ابتدا موها و ابروهامون رو تراشیدیم و تمام مدت پا برهنه بودیم و همه شبیه هم شده بودن. هیچ نقاب اجتماعی وجود نداشت. دوم اینکه باید به گدایی می رفتیم که البته اسمش آمستراند بود، یعنی بریم و غذا پیدا کنیم. مردم اونجا به قدری بخشنده بودن که وقتی برمیگشتیم انگار رفتیم مغازه و تمام غذاهاشون رو خریدیم. ما 1 وعده غذا در روز داشتیم که با هم شریک می شدیم و بقیه روز رو در سکوت می گذروندیم و ناظر ناپایداری بودیم، چون خیلی زود میفهمید که هر چیزی که دارید بهش نگاه میکنید در حال تغییر و ناپایدار و بی‌ثباته و این تأثیر دراماتیکی بر روی ما داشت و حقیقتی رو برای ما روشن کرد، چون اون ما رو به طرز بسیار جالبی به لحظه حال پرتاب کرد. وقتی که با رئیس صومعه و آقای عابد که نصف سن منو داشت زندگی می کردیم، بیشتر اوقات رو در سکوت سپری می کردیم. بعد از ظهرها می تونستیم 2 ساعت با هم صحبت کنیم و اون راجع به فیزیک کوانتوم از من می پرسید. فهمیدم که اون همه چیز رو می فهمه و من چیزی برای گفتن به اون ندارم. با اینکه هیچ وقت کتاب نخونده و ریاضیات یاد نگرفته بود، ولی اونقدر تجربه داشت که اصلاً برام مشکل نبود که مطالبی رو که به صورت عقلانی آموخته بودم و
براش توضیح بدم. روزی که داشتیم اونجا رو ترک می‌کردیم، همه ما به حضور بسیار مطلوبی رسیده بودیم. مانند حضوری که اکارت داره و ما رو با ذکر 2 نکته ترک کرد. نکته اول، قرار دادن بینش علمی در بینش حقیقی است. هیچ مرزی در جهان وجود نداره. تمام مرزها ساخته ذهن هستند و هیچ مرزی در واقعیت وجود نداره و ما اونها رو درست میکنیم. مثل ایجاد طول و عرض جغرافیایی که به منظور تسهیلات و رفاهه. شما سه‌شنبه منو ساعت 6 بعد از ظهر در مرز 56 میبینید و در ساعت 1:22 ما قراردادی و برای تعیین مرز تنظیم کردیم، ولی در واقعیت هیچ مرزی وجود نداره. دومین نکته که همتون خوندید و میدونید، لحظه‌ای که هرگز پایان نمیپذیره. شرایط و اوضاع پیرامون لحظه حال تغییر میکنن، ولی لحظه حال هرگز تغییر نمیکنه، چون نامحدود، برتر و ابدیه. عابد به من گفت که مهمترین لحظه در زندگیت همین لحظه است و مهمترین آدم زندگیت همین کسیه که الان داری ملاقاتش میکنی و مهمترین کار زندگیت همین کاریه که الان مشغولش هستی و اگه این کارو انجام بدید، مجهول برای شما معلوم میشه. مجهول و ناشناخته فقط در لحظه حاله که شناخته شده و معلومه و این نهایتاً ختم میشه به پیروزی مرگ، چون مرگ در زمان اتفاق میفته. فقط چیزی که متولد میشه میتونه بمیره. مرگ برای چیزی که متولد نمیشه اتفاق نمیفته. بسیار خوب، متشکرم. تمنا میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. متشکرم ازتون. اکارت به ما ملحق میشه. خیلی ممنونم. در ادبیات روحانی و یوگا سوترا و پاتانجالی راجع به قدرت‌های ماورالطبیعه صحبت میشه که اسمشو سیدیز گذاشتن. تا حالا راجع به سیدیز شنیدید؟ سیدیز به معنای نیروهای از راه دوره، یعنی توانایی مشاهده آینده و تجربه گذشته و شفا از راه دور. من الان دارم یه سیدیز رو تجربه میکنم که داره به من میگه ویندایر اینجا. شما فکر کردید من دیوونم؟ خودشه. خیلی خوشحالم که اینجا میبینمت. اول قرار بود که من با اکارت گفتگویی داشته باشم، ولی شاید شما مایل باشید چند لحظه‌ای رو به ما بپیوندید. بسیار خوب اکارت. اینا سوالای متداولی هستند که اخیراً تو فیسبوک به دست ما رسیده و من مهمترینا رو انتخاب کردم. فقط قبل از این شما گفتید که در یک صومعه بودایی در تایلند بودید. یکی از بخش‌های کتاب مقدس بودایی به خاطرم رسید که یکی از سوتراهای مورد علاقه منه. اسمشو خاطرم نیست، ولی فکر کنم بودا اونو گفته. آره، خودش اینو گفته. البته که شما مثلا نمیدونید. بودا داره با راهبان صحبت میکنه. میگه ای راهبان، زاده نشده، خلق نشده، ظاهر نشده وجود داره. زیرا اگر زاده نشده، خلق نشده، ظاهر نشده نبود، هیچ راه فراری از متولد شده، خلق شده و ظاهر شده وجود نداشت. اون میگه اندیشه آزادی فقط یک اندیشه است. خب
من فکر میکنم که خودمم بتونم جوابشو بدم، ولی این برای شماست. میشه توضیح بدید چطور؟ میشه توضیح بدید چطور تمرینای روزانه معنوی شما در طی این سالها تغییر کردن؟ با کمال میل. شاید شما بدونید که من هیچ تمرین خاصی در قالب فعالیتی جدا از زندگی روزانه و معمولی ندارم. چیزی که طبیعتاً در من بروز میکنه اکثر اوقات آگاهی وسیعیه که معمولاً به شوخی میگم بزرگترین موفقیت زندگی اینه که دیگه مجبور نیستم تمام اوقات فکر کنم. نه، مجبور نیستم که تمام اوقات فکر کنم، به هیچ وجه. اگر در اون لحظه حضور باشید، زندگی تبدیل به تجربه جالب تری میشه. نیرویی که زیاد تجربهش کردم و معمولاً تغییر میکنه. در واقع حضوری که تقریبا همه چیزو محو میکنه. دوستان من، متاسفانه جایگاه اون در اوقات مختلف در پس زمینه قرار میگیره. توضیحش بسیار سخته، ولی مطمئنم که همتون اینو میدونید. بله، تقریبا همه شما اخیراً اینو تجربه کردید. من مطمئنم، ولی اگه هنوز به طور دائم حضور ندارید مشکلی نیست، چون اون کم کم بروز میکنه. در حقیقت هم راستا بودن با لحظه حال. شاید بگید که این یکی از تمرینای منه دیگه. باره، تبدیل میشه به ماهیت ثانوی ما، پس دیگه میتونید اسمشو تمرین بذارید. اگه بخواید بدونید که من چه تمرینایی داشتم، باید بگم از اونجایی که من سالهای زیادی رو از پیروان ماهاراشی ماهیش یوگی بودم، اون منو با تمرینایی آشنا کرد که الان اینجا داریم انجام میدیم. من بعد از مدتی فهمیدم که برای من این تمرینا ابزاری بود و هنوز بهش عادت دارم و فارغ از اینا بعضی اوقات برای اینکه به این افکار بی‌اعتنایی کنم، ایده های خیلی 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 خوبی به من میده و من زندگی رو با فروختن واژه ها میگذرم. خب بنابراین یه سوال دیگه. اکارت، تعریف شما از شادی چیه؟ آیا شاد بودن یک هدف واقع گرایانه است؟ بله، یک هدف واقع گرایانه است. این سوال کمی جنبه معناشناسی داره دوست من. منظور ما از گفتن شادی چیه؟ واقعا چیه؟ من شخصا خیلی از این اصطلاح استفاده نمی کنم، ولی برای مثال میدونم که رامنا ماهاراشی گفت ماهیت حقیقی شما شادی است و شادی ماهیت حقیقی شما است. خب اون این اصطلاح رو به شیوهی خاص به کار برده. من به این دلیل زیاد به کار نمیبرمش، چون استفاده معمول اکثر مردم از واژه شادی تعبیر به اوج لذت بردن و کیفه. معمولا هم لذت بردن کوتاه مدت و شادی کردن. شما واقعا نمیتونید دائما در اوج لذت باشید. وقتی که اوج رو تجربه میکنید، پایین رو هم تجربه میکنید دوستان من. فکر میکردم خودشه، ولی این نبود. بنابراین اصطلاحاتی رو که من استفاده میکنم: وسعت فضا، اوج سرحالی است. این همون چیزیه که موجب لبخند بودا میشه، مثل وقتی که به یک حالت خوب بودا نگاه میکنید. آخه اون در حالتهای بدبخت به نظر میرسه. البته در حالتهای خوبم
فقط اثر کمی از لبخند روی لباش بود. واقعا میگم من روی لباش چیزی نمیدیدم. چرا بودا لبخند میزنه؟ اگه بخواید با طرز فکرهای خالص و روشنفکرانه آیین بودایی در برخی از دانشگاه‌ها برسید، اونا به شما میگن آیین بودا زندگی روح هست، ولی اونا واقعا نمیشناسنش. اونا فقط گفته ها رو میفهمن. بودا میگه پوچی پاسخ نهایی است. البته درسته، پوچی پاسخ نهایی است. اگه حتی تا حالا نگاهی اجمالی به پوچی نینداختید، فکر میکنید که اون انکار روحه. دلیل لبخند ملیح بودا اینه که فارغ از مواردی که بودا تجربه میکنه، اون همه چیزو در مقابل پس زمینه پوچی تجربه میکنه که واژه‌ای است معادل وسعت و سکون. همیشه سکون و ثباتی در بودا وجود داره. بودا سکونه و سرمنشأش هم از سکونه. وقتی که ما از واژه‌ها استفاده میکنیم، در واقع داریم دوگانگی ایجاد میکنیم. بودا آرامش و سکونه. وقتی رامانا ماهاشی اصطلاح شادی رو به کار میبره، من نمیدونم ترجمه یه دقیق و درسته. چیزی که در زبان اصلیش به کار میبریم چیه؟ من چیزی که شما بهش اشاره کردید و قبول دارم. من خودم به شخص از واژه شادی استفاده نمی کنم، ولی شما رو نمیدونم. شما چطور؟ در آموزه های بودایی 4 خاصیت آگاهی وجود داره که بودا اونو الهی نامیده. اول محبت صمیمانه است. دوم شور و شعفه که اونم شادی نیست. شادی یه تفکره ولی شعف تفکر نیست. سوم شفقت و همدردی است و 4م آرامشه. اگه شما به خاصیت‌های آگاهی دقت کنید، می‌بینید که اونا در مرتبه ازلی و اصلی قرار دارند و هیچ کدوم از اونا فکر نیستن و به این معنا هستند که ما با دیگری یکی هستیم. وقتی که اکارت گفت شادی فراز و فروده، بله درسته. شادی یه ملودرامه، ولی شور و شعف خیر، اینطور نیست. شعف و سرور حیاتیه، خیلی هم حیاتیه. این سوالیه که از فیسبوک دریافت کردیم. من یک هنرمند هستم و عشق ساده و خالصی که بین من و همسرم وجود داشت الهام بخش کارم بود تا اینکه فهمیدم همسرم به من خیانت کرده. حالا احساس میکنم که انگار وجودم خالی شده و خلاقیت در من خاموش شده. چطور میتونم دوباره انگیزه رو در خودم بیدار کنم و دوباره بتونم برای کارم رویا پردازی و تخیل کنم؟ این داستان غم انگیزیه، ولی بله بیشتر شبیه داستانه. پس میدونی که داستانه. البته بله، بیشتر شبیه یه داستانه، ولی تا زمانی که این برای شما یک واقعیت باشه درد و رنج داره. ولی من میخوام راه بهتری رو به این شخص نشون بدم. بله، شنیدم که همسرتون به شما خیانت کرده. خیانت، بله. خب فرض میکنم که همسر شما یک انسان. من اصطلاح انسان بودن رو دوست دارم، چون در اینجا 2 واژه داریم، یکی انسان و دیگری بودن. چیزی که وقتی کنار همسرتون بودید یک عشق بوده و چیزی که در وجود همسرتون دوست داشتید مشابهش در خود شما هم هست، که همون خاصیت وجود اون انسانه. انسان یک فرمه و وانمود میکنه که فرمه. اون فرمی ناقصه. وقتی همه چیزو کنار هم میچینید فکر میکنید که عشق فقط یک توهم بوده، در صورتی که نبوده. و شما بعد وجود و درون و خودتون تشخیص ندادید و عشق از اون شناخت شما بروز کرده و ذهن از اون فرم میسازه و فرم ناقصیه. پس وقتی شما بتونید درک کنید هر آنچه در سرتون و با خودتون میگید مانع از بروز آگاهی عمیق‌تر میشه و اون داستانی که در سرتون باور دارید داره مانع آگاهی عمیق‌تر وجود میشه. زمانی که موفق به تشخیص اون بشید میتونید دوباره عشق و احساس کنید.
چون عشق اساساً در ذات شماست. بعد امکان بخشش به وجود میاد و شما انسان و هر آنچه که ناآگاهانه از اون ظاهر شده رو میبخشید، ولی بخشایش حقیقی بروز نمیکنه تا اینکه خودتون رو به عنوان بعد فاقد فرم بشناسید. این شناخت شما دیگه به واسطه هر آنچه که در دنیای فرم نمایان میشن نباشه. وقتی بتونید از این منظر بهش نگاه کنید، بخشش به طور طبیعی به وجود میاد. بله، بخشش به طور طبیعی در درون شما به وجود میاد و شما کاملا حسش میکنید و اون را مورد ارزیابی قرار میدید. شما به واژه انسان بودن اشاره کردید، ولی یه عبارت دیگه هم وجود داره به نام بودن انسان. بله. سوال بعد، بهترین نتیجه ممکن زندگی که میتونه آرزوی هر کس باشه چیه و در چه چیزی باید گشنگی بکوشیم استرایو تا به اون نتیجه برسیم. استرایو، تلاش کنیم. بله، استرایو، تلاش کنیم. خب بهترین و تنها کار مفید و درست مواجه شدن، شناخت و کشف آگاهی برتر و تعالی در زندگیتونه و اینجوری دیگه در دام اون کوته بینی و شخصی که شناخته شده یه فرم و تفکر نمیافتید. باید بگم هیچ چیزی به غیر از شخص بودن کاری با شما نداره و زندگی رو ناامید کننده نمیکنه. بودا هم وقتی اصطلاح رنجو به کار میبره به این مسئله اشاره میکنه که هر کجا که میرید و هر کاری که انجام میدید بالاخره با رنج مواجه میشید و به راه برتری اشاره کرده و اون درک بعد فاقد فرم شما به واسطه ذاتیه که وجود داره و این با فاصله به وجود آمده میان دو تفکر یا دو فکر شروع میشه. در این لحظه شروع میشه در واقع. زمانی که توجه شما کاملا به این لحظه متمرکز میشه، نه تنها دریافت‌های حسیه، شاید این عجیب به نظر برسه ولی کلیدیه، بلکه آگاهیه. پس اگر بتونید در این لحظه آگاه باشید، نه تنها چیزی در تجربه حسی آنی و زمینه‌های احساسی در شما بروز میکنه، بلکه اگه بتونید آگاه باشید، زبان همیشه دوگانگی ایجاد میکنه و شما باید احساسی واحد رو براش بسازید. ولی اگر بتونید آگاه باشید و این فقط در همین لحظه دریافت میشه، همین الان آگاه باشید که آگاه هستید، علاوه بر چیزهای زیادی که دریافت میکنید، یک فضای آگاهی در شما به وجود میاد که زندگی رو با ارزش‌تر میکنه. اون در شما بروز میکنه و تبدیل میشه به درکی زنده در درون شما. این واقعا تنها مسئله است که همونطور که مسیح فرمود، تنها یک چیز هست که حقیقتا اهمیت داره و شما اونو انتخاب کردید. این داستان مری و مارتا در انجیل که مسیح فرمود مری تو چیزی رو انتخاب کردی که واقعا مهمه. بله، چیزی رو انتخاب کردی که واقعا مهمه. اما مارتا کجاست؟ مارتا مضطرب بود و هی این طرف و اون طرف میدوید و میگفت باید به این فکر کنم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اینو آماده کنم، اونو نکنم. ولی فقط یک فرم است که اهمیت داره که به زیبایی در شما آشکار خواهد شد. غیر از این هر فرمی که بقیه زندگیتون به خودش بگیره
در درجه دوم قرار میگیره. هیچ چیزی دائم و همیشگی نیست دوستان، و دیگه نیازی نیست که چیزی رو شفاف کنید و هراس داشته باشید که ترکتون میکنن. این خیلی مهمه. شما دیگه انتظار نخواهید داشت که دنیا قرار شما رو شاد بکنه. این مسئله ای اساسیه. قسمتی در ذهنه که اعتقاد داره که دنیا قابلیت هایی داره که اگر اونا میتونستن مسائل رو به اون روش مهندسی کنن، همه چیز آزادانه و به راحتی سر جای خودشون قرار میگرفت. و در برخی موارد میتونن به جایی برسن که دنیا حصول رضایت رو براشون فراهم میکنه و تبلیغات ها اینو خوب بلدن و بر این اساس ساخته میشن که این عقیده رو پرورش بدن که دنیا میتونه اون کار رو انجام بده. زمانی که شما خودتون رو به عنوان آگاهی بشناسید، دانش، شادی و رضایتی عمیق در شما به وجود میاد. بعد از این شما دیگه از شرایط و آدم‌ها و اوضاع انتظار ندارید که خوشحالتون کنن. در اینجا تناقضی وجود داره. وقتی شما انتظار ندارید شرایط و آدم‌ها و اوضاع شما رو خوشحال و راضی کنن، در واقع اونا هم کاملا راضی هستن دوستان. و این چیزیه که تأکید داره بر این که دنیا به اون سمتی که من فکر میکنم حرکت کنه نمیره. سوال بعد، به نظر میرسه که فرهنگ ما میخواد تمایلی رو پرورش بده که خودمون رو قضاوت کنیم که چه اشکالی در جسممون وجود داره، کجا قصور میکنیم و چطور خودمون رو بسنجیم. بسیاری از ما منتقد سختگیری در خودمون داریم و همه چیز رو با خودمون در میون میذاریم و میگیم نباید به دوستان و عزیزانمون بگیم. چطور میشه یاد گرفت که این قاضی درون رو خاموش کرد در حالی که چند دهه هست که داره در وجود ما ترغیب میشه؟ منتقد درون که در بعضی ها بسیار پرقدرت عمل میکنه و بعضی مردم لحظه به لحظه تجربهش میکنن. شما بعضی وقتا به خودتون میگید که از خودم راضی هستم، ولی روز بعد یه جور دیگه است. اما این به طرق مختلف در افراد مختلف آشکار میشه. بعضیا با منتقد درونشون روبرو میشن و از خودشون انتقاد میکنن. یه سری هم هستن که فقط از دیگران انتقاد میکنن. بعضی دیگه هم از شرایطی که در اون هستن بسیار انتقاد و شکایت میکنن. شاید یادتون باشه قبل از اینکه به بیداری روحانی برسید، اکثر اوقات فعالیت‌های ذهنی و وسواسی رو داشتید که در تمام اوقات داشت شکایت میکرد، که بیشتر اونها در رابطه با گله و شکایت از چیزهای مختلف و مردمه، که چرا اونا باید فلان کارو بکنن، چرا اونا نباید اینجوری باشن. بی نهایت داستان‌های این چنینی ذهنی. مردم همچنان در دام این شکنجه های ذهنیشون میافتن. چطور میشه ازشون خلاص شد؟ هر آنچه که راجع به فرا رفتن از اون بگیم، پیشفرض بر اینه که شما پایین‌ترین سطح آگاهی رو از درک فعالیت ذهنتون دارید و خلاص شدن مستلزم بودن آگاهی در اونجاست. مسلماً مقدار زیادی از این آگاهی در همه شما وجود داره. مردم زیادی روی کره زمین هستن که اونا در مسیر حرکت هستن، ولی حتی پایین ترین سطح آگاهی رو هم ندارن. برید اینو به یک تروریست یا هر اصولگرای افراطی بگید و از افکارشون و چیزهای راجع به اونها که براتون سوال برانگیزه با خبر بشید. مسلماً خیلی عصبانی میشن و من اینو پیشنهاد نمی کنم. اونا برای این آمادگی ندارن، ولی از اونا میتونید بفهمید که ذهنتون داره با شما چی کار میکنه. اگه در شما آگاهی وجود داشته باشه، میتونید انتخاب کنید که توجهتون رو به کدوم سمت هدایت کنید. شما مجبور نیستید که دنبال هر چیزی که بهش فکر میکنید برید و باورش کنید. شاید یه نفر دوست داشته باشه که اینو بچسبونه به ماشینش. جمله های پشت وانتی، میدونید که چیه؟ شما مجبور نیستید هر چیزی که بهش فکر میکنید و باور کنید. شما میتونید از ذهنتون شناخت پیدا کنید و ببینید که ذهنتون داره چی کار میکنه. شما میتونید انتخاب کنید که توجهتون معطوف به کجا باشه. میتونه یک گل، آسمون و یا هر چیزی در طبیعت باشه. همچنین اینو به کسایی که با افکارشون مشکل دارن پیشنهاد میکنم که توجهتون رو معطوف میان انرژی بدنتون کنید. سر زندگی که در تمام
من اینجا چی کار میکنم؟ من در اواخر یکی از جلسه‌های ناظر دیپک بودم که بالاخره عشق وارد شد و سفری بود برای من که یاد بگیرم که در زندگیم وارد نوع جدیدی از عشق بشم. من آموزه های یک معلم بزرگ اهل بلغارستان رو مطالعه می کردم که اسمش پیتر دنو بود. اون کسیه که آلبرت اینشتین در دهه 30 در تقدیر از مقامش گفت همه دنیا در مقابل من تعظیم میکنه و من در مقابل استاد پیتر دنو سر تعظیم فرود میارم. پیتر دنو مردی بود که از عشقی متفاوت صحبت کرد. اون گفت اساساً 3 نوع عشق وجود داره. یکی عشق انسانیه. عشق انسانی عشقی متغیره، به این صورت که اولش به هم میگن عاشقتم، ولی وقتی تو دیر اومدی خونه و روز ولنتاینم یادت رفته میگه من دیگه خیلی دوستت ندارم، این مدام تغییر میکنه، عاشقتم، ازت متنفرم. این روند همینطور ادامه داره. عشق دیگه هم وجود داره به نام عشق معنوی که هرگز تغییر نمیکنه و متفاوته. این عشقیه که فقط میتونم به عشقی که به بچه‌ام دارم تعریفش کنم. من 8 تا بچه دارم و اصلاً برام مهم نیست که چه رفتاری دارن و چطور خودشونو اداره میکنن. عشق همیشه بین ما هست. در ماهای اخیر در آمریکا شاهد آدمایی بودم که مرتکب اعمال بیرحمانه شدن. با این وجود مطمئنم مادرهای این آدما هنوزم دوستشون دارن. با داشتن 8 تا بچه خب میدونم که این حس متفاوته و بیشتر اوقات این حس کمی پرقدرت تر از بقیه است و همیشه در اونجا هست. من میدونم که همه این حس رو نسبت به بچه هاشون دارن. شما هم که داشتید راجع به بچه هاتون صحبت میکردین هم همینطور. عشق دیگه ای هم وجود داره که پیتر دنو دربارش گفته و اونو عشق الهی نامیده و این عشقیه که هرگز تغییر نمیکنه و دگرگون نمیشه و این عشقیه که من مشتاقشم. تنها روشی که میتونم توضیحش بدم در انجیل توماس است، دستخطایی که در سال 1945 پیدا شد. مضمون کلام مسیح اینه که زمانی بتونید 2 رو یکی کنید میتونید وارد سرزمین بشید. در سطح آغازین داود چینگ، کتابی که من مطالعه کردم و باهاش زندگی کردم و یک سری مقاله دربارش نوشتم، در سطح آغاز داود چینگ اومده که آن داو که بشه براش نام گذاشت داو نیست. من تلاش میکنم عشقی که مسیح از اون صحبت کرد رو تصور کنم که 2 تا رو بردارید و اونا رو با هم یکی کنید. این عشقیه که هیچ مخالفی نداره. اگر از شما میپرسیدم که خوشی چیه و متضادش چیه، شاید بیشتر شما میگفتید ناامیدی یا ناراحتی. اگر ازتون میخواستم خوشی رو تصور کنید که هیچ متضادی نداره و فقط خوشیه، چطور؟ اگر ازتون بپرسم که متضاد عشق چیه، شاید یک عالم متضاد برای عشق بیارید. تلاش کنید عشقی رو تصور کنید که هیچ متضادی نداره و همه واقعیت همینه و هیچ چیز نمیتونه باهاش برابری کنه. وقتی که اکارت داشت درباره شادی صحبت میکرد، به این فکر میکردم که من حتی به کلمه شادی هم عادت ندارم. شکسپیر در یکی از نمایشنامه‌هاش گفته که البته فکر میکنم که اینطور گفته: تاج من در قلب من است، نه بر سرم، نه تاجی که پوشیده شده از الماس و سنگ‌های گرانبهای هندی و دیده نمی شود. تاج من رضایت و خوشنودی نام دارد، تاجی که پادشاهان به ندرت
از آن خوشنود می شوند. رضایت و خوشنودی عشقیه که من آرزوشو دارم، عشقی که هیچ تضادی رو نمیشناسه. البته ما به صورت انسان به دنیا آمدیم و در جسم انسان هستیم و یکی کردن دو تقریبا برای ما سخته. خانمی در تماشاگران هست که من حتی تا همین دیروز نمیدونستم که قراره بیام اینجا و ببینمش. من اتفاقی در یک هتل در همین حوالی اقامت دارم. من اومدم با ناشرم ملاقات کنم، چند تام ضبط دارم و بعد میرم به دنور که آخر هفته کارگاه نویسندگی داریم. کنار من دوستم اکارت توله نشسته، مردی که اخیراً با من در یک برنامه به نام اهمیت خارق‌العاده بودن شرکت کرد. در سمت چپ من مردی نشسته که خیلی به هم علاقه داریم و همدیگر رو برادر صدا میکنیم. اونو از اوایل سال 1990 میشناسمش. ایده اینجا اومدن من با اینکه من اصلا نمیدونستم که اینجا چه خبره به این دلیل بوده که اکارت به من گفت تو هم بیا و منم الان اینجام. وقتی که داشتم می اومدم داخل اینجا یه نفر دیگه اومد به سمت من و گفت وین تو اینجا چی کار میکنی؟ و اسم اون شخص آنیتا مرجانی. لطفاً بیس آنیتا. خب کجایی عزیزم؟ من یک مقدمه برای کتابش به اسم مرگ به من نزدیک است نوشتم و فکر میکنم که فردا همینجا سخنرانی داره. درسته؟ آره جمعه فکر میکنم باشه، همینجا در مرکز چوپرا. آنیتا حالتی که داشته رو شرح داده. منظورم اینه که اون 5 سال سرطان پیشرفته داشته و وزنش به 37 کیلوگرم رسیده بود و غده‌ای به اندازه یک لیمو در بدنش بود و فقط چند ساعت دیگه به آخر زندگیش مونده بود که به صورت یک ناظر تمام اتفاقاتی رو که در اطرافش میافتاده رو شاهد بوده. من چیزی راجع به تجربه اون در اینترنت دیدم. من تا هنگ کنگ دنبال اون گشتم و بالاخره در دبی پیداش کردم و ازش پرسیدم که آیا دوست داره که داستانشو بنویسه. اون داستانشو نوشت و برام فرستاد که شاید بشه چاپش کنم، ولی من اونو براش پس فرستادم و بهش گفتم که خیلی خوب نیست، ازت میخوام که برگردی به همون وضعیتی که توش بودی و اون عشقیو که تجربه کردی که الانم دارم راجع بهش حرف میزنم، عشقی که هیچ مخالفی نداره. اون عشقو برای ما شرح بدی. کلمه آگاهی برتری که در اینجا راجع بهش بحث شد، حالتی که فقط یکی وجود داره و هیچ متضادی هم نیست و هر اونچه که توجهتون رو روی اون بذارید تبدیل به همون میشید و تنها چیزی که در اون حالت میتونید حس کنید نوعی عشق بدون قید و شرطه، به شکلی که من مشتاق این عشق شدم و مفهومش برای من زندگی کردن با چیزیه که هیچ قضاوت و انتقاد و اعتراضی در مقابل مخلوقات خداوند نداره. چه کسی میتونه به این جایگاه برسه؟ تا زمانی که انسان هستیم و دو وجود داره، اون مکتبم همیشه وجود داره و متضادها هم همیشه اونجا هستن. در کتاب نیروی حال اکارت به زیبایی اونو بیان کرده. ما میتونیم این کارو در اینجا انجام بدیم و دیگه مجبور نیستیم که اون داوری ها و انتقادها و اعتراض ها رو داشته باشیم و این دستاوردیه که اینجا به دست آوردیم. شاید بسیاری از شما بدونید که 3 سال پیش تشخیص دادن که سرطان خون دارم و تجربه شفا گرفتن از راه دور و از جان آف گاد در برزیل داشتم. شاید بسیاری از شما در اینجا بشناسیدش. فکر می‌کردم چیزی که اتفاق افتاده این بوده که وجود اون وارد من شده و سرطان خون منو شفا داده، ولی اصلا اینجوری نبوده. اون چیزی که رخ داده به این صورت بوده که اون وجود متعالی من وارد شده و ترسو از من بیرون کشیده. واژه سرطان خودش سرشار از ترسه، ولی معنی پیرامون اون ترس از مرگ نیست، فقط واژه‌ای برای سرطان خون.
واژه‌ای راجع به چیزهایی که در بدنتون اتفاق میفته و نیازی نیست راجع به سرطان توضیح بدم، چون خیلی هوشمندانه در اصلاحیه الحاقی که آنیتا مرجانی برای کتابش نوشته اومده که بسیار زیبا انجام شده. صبح فردای روزی که شفایی از راه دور رو از جان آف گاد گرفتم بیدار شدم. 2 از بچه‌هام همونجا در موهاوی در کنارم بودن. یکیشون یکی از دخترام بود و هیچ وقت اونطور که اون روز صبح نگاش کردم بهش نگاه نکرده بودم. دستامو دورش حلقه کردم و گفتم نمیتونم برات توضیح بدم که چقدر دوست دارم و به پسرم نگاه کردم و در آغوش گرفتمش. بعد به بیرون و به یه اقیانوس نگاه کردم. اقیانوس یه جور دیگه به نظر میرسید که هیچ وقت اونطوری ندیده بودمش. درخت‌های نخل، پرنده‌ها، علف‌ها و تک تک غریبه هایی که باهاشون مواجه شده بودم جور دیگه‌ای به نظرم اومدن. در کورسر اینطور اومده که 2 روش برای واکنش وجود داره: عشق و ترس. هر چیزی که عشقه نمیتونه ترس باشه و هر چیزی که ترسه نمیتونه عشق باشه. ازتون میخوام که کاریو انجام بدید. از خودتون بپرسید چقدر از زندگیم و تصمیماتی که گرفتم بر اساس ترس بوده؟ آیا غذا خوردن شما به این دلیله که میترسید اگه نخورید مریض بشید یا به خاطر عشق میخورید؟ و یا با این دیدگاه که این جسم من معبدیه که من در اون زندگی میکنم و دوست دارم به این روش باهاش رفتار کنم. شما با سرعت مجاز رانندگی میکنید چون اطرافیانتون رو دوست دارید و میخواید امنیت داشته باشن، و یا به این دلیل با سرعت مجاز رانندگی میکنید چون میترسید که اگر این کارو نکنید جریمه بشید، و یا چون تو ماشینتون GPS دارید و الی آخر. من میتونم همینطور این مثالا رو ادامه بدم. اگه به تمام کارهایی که در زندگیمون انجام میدیم نگاه کنیم، میبینیم که بیشتر اونا بر مبنای ترس هستن. من چیزیو که به عنوان تجربه بهش نیاز داشتم این بود که چیزی به اسم ترس وجود نداره. من و دیپک برنامه‌های بسیاری و درباره این عنوان که چیزی به اسم ترس وجود نداره با هم بودیم. من یادم روزی در پلاتیوم لندن بودیم و ازش پرسیدم که چرا اینقدر در دنیا سرطان هست، چرا اینقدر بیماری هست. شما سابقا میگفتین خانه عالی یعنی بدن ما مجبور نیست هیچ چیز جسمانی و فیزیکی اضافی رو در خودش داشته باشه. طبق روال بدن باید پیر بشه، باید رو به زوال بره و باید بمیره. ما میتونیم ترس رو از قلبامون بیرون کنیم و به جایی برسیم که هیچ قضاوت و انتقاد و اعتراضی در برابر هیچ یک از فرزندان خدا وجود نداشته باشه. ما میتونیم به شیوهی که شکسپیر ازش حرف میزد زندگی کنیم. میتونیم راضی و خوشنود باشیم. البته ترس به واسطه قضاوت‌های ذهن دائمی میشه و قضاوت‌ها تفکراتی هستند که بر ما غلبه میکنن و شناخت ما به واسطه اونهاست. پس کلید نداشتن شناخت از روی قضاوت‌ها دعوت زندگی به جایگاه خالی از فکر و خیاله. یک ملاقات کننده از رامانا ماهاشی پرسید چطور میتونیم بفهمیم که داریم در روند معنوی ترقی میکنیم؟ چطور میفهمیم؟ و رامانا ماهاشی جواب داد درجه غیبت فکر معیاری است برای ارتقا در مسیر معنوی. پس حالا میتونید اون چرا که دارید و ارتقا بدید. درجه غیبت فکر معیاری برای ارتقا در مسیر معنوی. به همین سادگی. خوب گفته. یکی از مشاهداتی که در 6 ماه گذشته داشتم، تمام روزها رو در وضعیت جدا از دیگران و در گوشه‌ای تنها نوشتم.
من چیزی رو نوشتم که الان به وضوح میبینمش. نگاهی انداختم به گذشته و تمام چیزهایی که رخ داده بود. من 10 سال در یتیم خونه بودم و همین سبب چیزهایی شد که اخیراً نوشتم. فکر کن چی شد که من الان اینجا روی صندلی هستم و در کنار این 2 نفر که تحسینشون میکنم و خیلی هم دوستشون دارم. این به خاطر یک رویداد همزمان اتفاق افتاده. این که شما درست میز پشت سر من نشسته بودید خیلی جالبه. بله، اجازه بدید نگاهی بندازیم به این اتفاقات مبهوت کننده‌ای که راجع بهشون نوشتم. هر دوی شما داشتید راجع به زمان صحبت می‌کردید و من دوست دارم به یه زمان افقی فکر کنم. خطی رو تصور کنید که داره از میون اینجا میگذره و اسمش زمان متوالی یا زمان در حال گذره و یا زمان علت و معلول. چیزی که منو آورد اینجا این بود که دیشب تصمیم گرفتم که برم پایین به رستوران تا دوستم مارک و دخترشو ببینم. البته زیاد تمایل نداشتم این کارو بکنم، اما انگار یک کسی بهم گفت که برم پایین. من میگم اینا همش به خاطر یه سری علت و معلول بود. مارک به من زنگ زد. من گفتم باشه. البته مطمئن نیستم و اصلا جریان این که من اومدم سانتیاگو و الان اینجام همش یک داستان عجیبه. شما این انتخاب ها، علت ها و معلول ها رو انجام دادید که باعث این میشه. سر و کله من تو لابی پیدا میشه. چند تا خانم روسی منو میشناختن و از من خواستن که در شوی تلویزیونیشون باشم. اونا غذاهای خام درست میکردن. من گفتم نه، من نمیتونم این کارو بکنم. بعد من اومدم داخل رستوران و استیون رو دیدم. استیو برادر کسیه که من چند سال پیش عاشقش بودم و خیلی وقته که ندیدمش. و بعد گریکو دیدم که در مؤسسه اومگا کار میکرد. تمام مردم اومدن و اکارتم اومد چون در مرکز چوپرا برنامه داشت به علتها و دلایل مختلف. اکارت به من گفت ما این برنامه رو داریم، دوست داری بیای؟ من گفتم آره، ولی میرم انتهای سالن میشینم و فقط به من اشاره‌ای بشه چون این برنامه این 2 نفره. خلاصه رفتم اون عقب نشستم، ولی اومدن گفتن نه دوست داریم بیای این جلو بشینی و خلاصه من این جلو نشستم. اومدم این جلو. من تجربه دیوونگی رو داشتم. به هر حال دوست من هر جا که باشه خودش همه چیز رو میدونه. بنابراین ما تمام این چیزها رو در یک توازن داشتیم، به این علت و این علت و این علت. اگر بخوام دلیل این که امروز و در این لحظه اینجا هستم و بگم، خب باید برگردم به گذشته و زمان تولدم در 1940 و زمان تولد مادرم در سال 1916 و همچنین تولد مادرش و تمام علتها رو تا همین لحظه بگم. اون وقت نوع دیگری از زمان وجود داره و این زمانیه که با خط افقی نشون داده نمیشه و با خط عمودی نشون داده میشه و این خط عمود به خداوند میرسه. اسم این خط زمان ابدیه، به صورتی که هیچ ساعت و زمانی وجود نداره، هیچ چیزی به غیر از یگانگی وجود نداره و به این صورت در زمان ابدی ترتیب همه چیز داده شده. هل لیونگ میگه در همان زمانی که قهرمان زندگیتون هستید و انتخاب میکنید، در همون لحظه شما روح مبارز و یا بیشتر از اون در نمایش درامی بزرگتر هستید. همه شما گفتید که بر شما مقدر شده تا انتخاب کنید. الان میخواید که راجع به این تناقض حرف بزنید؟ آره؟ سرنوشت شما و این که ترتیب همه چیز داده شده و در چنین وضعیتی که همه چیز برای شما مقدر شده رو شما دارید انتخاب میکنید. ما این خط عمودی رو داریم که نماد زمان ابدیه. ترتیب بودن من در اینجا داده شده بوده و ترتیب لحظه درک من از اینجا هم داده شده بوده. و همچنین نقطه‌ای که ما در اون هستیم بر این خط زمان عمود میشه و دقیقاً در همون نقطه شما میتونید ببینید که هر دو زمان به طور همزمان فعال هستن و میبینید که دارید انتخاب میکنید و ترتیب همه چیزم برای شما داده میشه. همه چیزی که اکارت و دیپک گفتن این بود که اصلاً نیازی نیست که نگران چیزی باشید. ترتیب همه چیز داده شده و شما بخشی از زمان ابدی هستید و اگر نگران بخشی از زمان ابدی هستید، اینجاست برای نتیجه گیری از کتاب ریچارد فیلد به نام بدونیم که عزیز هستیم. خب ریچارد فیلد رو میشناسی؟ هنوزم زنده است. بدونیم که عزیز هستیم.
این چیزیه که واقعا ازتون میخوام که وقتی از اینجا رفتید بیرون بهش فکر کنید. مرگ و ادراک شما هر دو در یک لحظه رخ میدن و این یک تجربه یکسانه. وقتی بهش رسیدید میتونید برگردید و تمام تصورهایی که دریافت کردید رو ببینید و همچنین میتونید ببینید که همش براتون رقم خورده و هیچ متضادی هم وجود نداره و معنیش اینه که هیچ گذشته و آینده‌ای وجود نداره و فقط هستید. خیلی خوب. باید 3 مشاهده ساده پیرامون مسائلی که امروز در اینجا تجربه کردیم و اضافه کنم. اول اینکه هر رویدادی دسیسه جهانه، پس مقاومت نکن و راه تو برو. دوم، عشق واقعا شفا میده و این دلیل بیولوژیکی داره که چیزی به نام تنین لیمبیکو در مغز شما به وجود میاره و مکانیزم ترمیم خود به خود رو شروع میکنه که ما در پزشکی بهش میگیم تعادل حیاتی و شما رو به وضعیت اصلیتون برمیگردونه که سلامتیه. و سومی عشقیه که وین راجع بهش صحبت کرد که مفصلا در آموزه های نیسارگادا ماهاراج بهش بله خود شما به من معرفیشون کردید. ایشون معلم من هستن. ایشون میگن عشق من از من ساطع میشه، همچون نوری که از آتشی بزرگ که بر هیچ چیز وابسته نیست و منکر چیزی نیست. شب همگی بخیر. ممنون. شب بخیر.